سلام. امروز میخوایم با هم دیگه یه اشترودل سبزیجات درست کنیم. برای درست کردن خمیر اول باید مواد خشکمون رو با هم دیگه ترکیب کنیم. مواد خشکمون نمک، خمیر مایه و شکر. اول نمک رو میریزیم، یه قاشق غذاخوری، دو قاشق غذاخوری هم خمیر مایه و شکر. بعد از اون یه پیمونه آب که حالا من پیمونم لیوانه، آب میریزیم و مواد رو قشنگ با هم دیگه قاطی میکنیم. آب ولرم باید باشه، تست کنیم که بتونید انگشتتون رو توی آب نگه داریم و تحمل کنیم. حالا نوبت اضافه کردن آرد رو کم کم به موادمون اضافه میکنیم. مثلا نگران چسبندگی و ایناش نباشیم، مرحله به مرحله آرد اضافه میشه. بعد از اضافه کردن آرد اجازه میدیم یکم خمیر شکل بگیره. برای چربی خمیر من از کره استفاده میکنم. کره باعث میشه خمیرتون هم شکل بهتری بگیره، هم کشسانی بهتری داشته باشه و نرم و لطیف بشه. یک قاشق غذاخوری. حالا اجازه میدیم حدود 3-4 دقیقه قشنگ خمیر با کره و مواد خشکمون هم بخوره. وقتی خمیر به این مرحله رسید، یعنی حالت چسبندگی داشت ولی لطیف بود، باز بهش آرد اضافه میکنم. من اینا رو چشمی میریزم دیگه، خودتون باید ببینید. خب دیگه خمیر رو باید بذارید حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه یک جایی که خیلی گرم نباشه، خیلی سرد نباشه، استراحت کنید. برای مواد میانی اشترودلمون به پنیر کوزه، حالا این پنیر کوزه رو من از هایپر گرفتم، نمیدونم دیگه کجا داره دیگه. به سس گوجه و پیاز و سیر، بادمجون، پیاز، جعفری و از این فلفلا. حالا اگه فلفل دلمه داشتیم فلفل دلمه، ولی اینا بهترن. فلفل دلمه یکم ترده و یه طعم قالبی داره. اول پیازو که نگینی کردیم میریزیم تو تابه تا یکم نرم بشه. بعد بهش زردچوبه و فلفل و نمک و آویشن اضافه میکنیم. ادویه ها به دلخواه، هر چیزی که دوست داشتین میتونین اضافه کنید. تو مرحله بعدی باید فلفل دلمه‌های نگینی شده رو بهش اضافه کنیم. بعد از اینکه قشنگ ترکیب شد و فلفل دلمه یکم نرم شد، بادمجونای نگینی شده رو بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه بادمجونا نرم شدن و یکم از تردیش کم شد، بهش اون رب گوجه و پیازی که داشتیم رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. بعد از اینکه کل موادتون جا افتاد و قشنگ رنگ‌برون گرفت، من همیشه به همه غذاهایی که چاشنی میخوام اضافه کنم و میخوام خوشمزه تر بشه هم پیازداغ میزنم. 2 قاشق پیازداغ هم بهش اضافه میکنیم، طعم بهتری میده به سبزیجات. برای پاک کردن گشنیزا نیاز نیست گشنیزا رو خورد کنیم، فقط برگای گشنیزا همینجوری که میبینید از ساقه جدا کنیم.
من چون فرم رو از قبل گرم نکرده بودم دمای فرن روی 215 درجه میذارم تا گرم بشه. این خمیر خیلی زود آماده میشه. روی 180 درجه دو طبقه بالا و پایین رو با هم روشن کنید و 15 دقیقه بیشتر زمان نمیخواد برای پخش. اینم یه آشپزی چند دقیقه‌ای دیگه. مرسی که همراه من بودین. امیدوارم که این ریاشتار دل خوشمزه رو درست کنین و بخورین. نوش جونتون تا چند دقیقه دیگه. خدا